در افغانستان تندرستی به کار می آید. اما عبدالبصیر سالنگی هم باید تندرست بماند هم مراقب جانش باشد. او والی ولایت پروان است. از اینجا تا کابل 1 ساعت راه است. او زمانی همرزم احمد شاه مسعود بود. اول با شوروی جنگید، بعد با طالبان. تفنگش همیشه در چند قدمی اوست. اینجا میگوید که 18 ماه پیش چطور تفنگش به کارش آمده. روزی که طالبان به ادارهش حمله کردند. میگوید از آنجا صدای تیراندازی شنیدم. اینجا نشستم و مردی را با گلوله زدم. او افتاد و تیراندازی تمام شد. والی یک بمبگذار انتحاری را کشته بود. یکی از 6 بمبگذاری که برای کشتنش آمده بودند. در این حمله بیش از 20 نفر کشته شدند، اکثراً از کارمندان اداره‌اش. اما آقای سالنگی میگوید نگرانی اصلیش حمله طالبان نیست، کمبود بودجه است. او به یک کالج محلی آمده تا بر عملیات عمرانی نظارت کند. اینها عده‌ای دانشجو هستند. امتحان دارند. والی با آنها هم کلام می شود و دلگرمیشان می دهد. به آنها می گوید اگر خوب درس بخوانید مجبور نمی شوید در جنگ جانتان را به خطر بیاندازید. اما او می داند که بعد از فارغ التحصیلی احتمالاً اینها هم بیکار خواهند ماند. 90% مردم پروان بیکارند. مخالفان آقای سالنگی بارها او را به فساد مالی متهم کردند. او انکار می کند و می گوید خواسته‌اش آینده‌ای روشن برای افغان هاست. خواسته ای که شاید به دلیل کمبود بودجه به این آسانی عملی